سلام و درود خدمت شنوندگان خوب کانون مات از مردان. نیما هستم، یکی از نویسندگان صفحه، در خدمتون با دومین اطلاعیه صوتی. خوشبختانه قسمت اول مورد توجه و حمایت کاربران زیادی قرار گرفت و ما را تشویق جهت ادامه و ساخت قسمت‌های دیگر کرد. در نخست مشتاقم اشاره‌ای داشته باشم به چند پست اخیر و ارائه چکیده‌ای از مطالب. کلاهبرداری دختر جوان توسط به اجرا گذاشتن مهریه از طریق ازدواج با 10 پسر در کمتر از 2 سال. صحبت‌های رضا شفیعی جمع در مورد طلاق و واگذار کردن کل داراییش جهت مهریه همسرش. در ادامه رفتار بسیار بد خانم‌های هندی رو داشتیم با مردان متهم که این ویدیو رو در کمترین رسانه‌ای بازپخش کردند. و همچنین خبر نگران کننده پژوهشگاه ناباروری ایران از رشد نگران کننده ناباروری مردان در اثر آلودگی هوا و تشعشعات مضر. در آخر معرفی کتاب دیوید بناتار، پیرامون تبعیض جنسی علیه مردان. دیوید بناتار بر این عقیده استش که بها دادن و متمرکز شدن به مشکلات یک جنس موجب غافل شدن از حقوق دیگران می شود که اعضای کانون مات از مردان در صدد ترجمه و چاپ اون هستند. لذا از کسانی که مشتاق به همکاری هستند خواستاریم که از طریق پیغام خصوصی صفحه اعلام آمادگی کنند. اما لازم میدونم اشاره‌ای هم داشته باشم که بنا به درخواست بسیاری از کاربران جهت تبلیغ اعلام کنم که رشد صفحه در هفته اخیر چشمگیر بوده و طبق آمار فیسبوک یک رشد 30% رو داشتیم. همچنان منتظر سوالات و یا تجربه شما جهت اشتراک در بخش صوتی هستیم. هفته خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.